خب همونطور که ملاحظه میکنید داخل شهر زیرزمینی ارزانفود هستیم که فضای اینجا دستکن هست و برمیگرده به دوره تاریخی اشکانی. با ما همراه باشید. خب آقای رحمتی، در مورد فضای اینجا شهر زیرزمین برامون توضیح بدین. برمیگرده واسه چه دوره تاریخچه اینجا؟ همونطوری که گفتم عرض کردم خدمتتون، شهر زیرزمینی ارزانفود 5 تا 7 هکتاره و بزرگترین سایت دستکنده. ما از سال 89 که محوطه دستکند ارزانفود کشف شده و به همت میراث فرهنگی کاوش شده، حدوداً 80 تا اتاقک و تالار تا الان کشف شده که کاربردهای مختلفی هم داشته. یه قسمتی حالا بحث آیینی بوده، یه قسمتی محوطه زندان بوده و یه قسمتی هم نیاز بوده برای زمستونا که از این منطقه سردسیره به خاطر زمستون استفاده می‌کردن کار بوده. بعد امنیت جانی هم به خاطر امنیت جانی هم بوده، حالا به خاطر ناامنیایی که بوده اون دوره‌ای که استفاده شده، به خاطر امنیت جانی هم داخل محوطه شهر زیرزمینی می‌اومدن که تا حالا که گفتم خدمتتون 10% شما کاوش کردیم، حدوداً 80 تا اتاقک و تالاره که داره آماده سازی میشه برای بازدید اون. حالا چیزی که برای من مورد توجه بوده، این سیاهیایی که اینجا بوده، اینا برای چی بوده؟ به چه علت اینجا سیاه شده هستن؟ سیاهی‌های محوطه شهر زیرزمینی ارزانفود از پیسوزایی بوده که کنار دیوارها جای پیسوزا مشخصه. برای روشن کردن پیسوزا، دوده پیسوزا بوده که به مرور زمان تو دورهایی که استفاده کردن سیاه شده سقف محوطه. درسته. بعد چه مقدار از اینجا کاوش شده؟ یعنی بازم ادامه داره کاوشتون؟ شهر زیرزمینی از سال 89 شهر زیرزمینی ارزانفود کاوش شده، حدوداً 80 تا اتاقک و تالار.